برنامه امروز بستن ترموستات ماشین بود، ولی قبلش باید مدار آب رو شستشو بدم. برای این کار از پودر ماشین لباسشویی یا آب گرم استفاده کردم برای تولید کف. این کف رو داخل رادیات ماشین میریزیم و میریم با ماشین حسابی دور میزنیم. نصف روز یه روز ادامه میدیم تا قشنگ مدار آب شسته بشه. بعد که حسابی گازیدیم به ماشین، میایم از قسمت پایین رادیات خروجی آب رو، شیلنگش رو جدا میکنیم تا تمام آب داخل رادیات و مدار آب تخلیه بشه. بعدش از بالا شیلنگ آب تازه رو داخلش میذاریم تا اضافه هایی که اگه باقی مونده رو بشوره ببره. تمام شد رفت. این آب انقدر ادامه میدیم تا خروجی آب از پایین رادیات تمیز بشه. بعد که تمیز شد، شیلنگ رادیات رو جا میزنیم و این بار شیلنگ بالای رادیات که برگشت آب از موتور به رادیات رو در میاریم. ماشین رو روشن میکنیم، داخل رادیات شیلنگ آب رو میذاریم و خروجی موتور هم بیرون و این کار رو انقدر ادامه میدیم تا تمیز بشه آب خروجیش. شیلنگا رو جا میزنیم، منبع رو پر میکنیم و تمام. این که چرا ترموستات رو نبستم، چون شیلنگا یه مقدار پوسیده شدن و ترس ترکیدنشو دارم. توی قسمت بعد حتما این کارم انجام میدیم.